7 نوامبر در بسیار از منطقه‌های تاجیکستان از جمله در پایتخت شهر دوشنبه برف بارید و این کار خدمات امدادی را خیلی بیشتر کرد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشانش در دوشنبه طی روز گذشته 2 دفعه به کمک ساکنان شتافتند. زنگ اول از یک ساکن دوشنبه روز 7 نوامبر ساعت 17:38 رسید. او خبر داد که در کوچه امینجان شکوهی به بالای ماشینش به سبب بریدن برف یک درخت چپه شده است. در نتیجه چپه شدن درخت ماشین تمغه تویوتا قسما آسیب دیده است. نجات بخشان درخت چپه شده را بریدند. هنگام این حادثه در داخل ماشین کسی نبوده است و این حادثه بدون یگان ضرر جسمانی انجام یافته است. گفته می شود در خبر همچنین روز 7 نوامبر یک ساکن کوچه آیگل بنای رقم 11 به کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داده است که تاخانه بنای آنها را آب پر میکند. نجات بخشان به جای حادثه رفته با کمک پمپ آب را از تاخانه بیرون کشیده راه آب را محکم کردند.